تو بنده زیبای پروردگاری، من دارم بهت میگم رو صورت مایی که اسید میریخ میشدیم مثل خرچنگ. نه فهمیدی چوری شد؟ نه، بنا به دلایلی از پدر بچه ها جدا شدم چون خیلی خیانت میکرد، خیلی زیاد. بعد یکی از دوستان گفتش که خب ماری تا کی میخوای تنها باشی و از این حرفا. خلاصه میگم آدم یه وقتایی نباید اعتماد کنه. بعد گفتش یه آقای هست قصد ازدواج داره، باش ازدواج کن. این گفتم باشه. اصالتا بلوچ بود ولی ساکن آزادشهر و گنبد بود. کم کم فهمیدم زن داره، بچه داره، اصلا یه اوضاعی بود. یعنی ما هر روز داستان داشتیم. به من گفتش که من نمیتونم بیام شاهرود، پاشو بیا گنبد. گفتم که باشه. دیگه آشتی کرده بود. حرکت کردم تو جاده، همینطوری داشتم واسه خودم موزیک پلی کرده بودم سمت گردن خوشیلا که اگر اینترنت هم سرچ کنید میاد بالا اسید پاشیش. بعد دیدم یه آردی جگر رنگ خیلی با سرعت داره میاد سمت ماشین من. تنها من بودی؟ تنها بودی شما؟ بله بله. اومد چسبون به ماشینم و زد به ماشین من. رفت صندوق عقب ماشین رو زد بالا. یه دونه از این بانک‌هایی هست که ماست و ترشی و اینجور چیزا میریزن توش خانوما. من چون خودم اصلا خونه داریم خوب نیست میگم خانوما، مامانا. بعد من یه پازل تو ذهن من تشکیل شد. مثلا توی شما فکر کنید تو 3-4 ثانیه داری فکر میکنی خب این بانک آب نفته، دستشو میخواد بشوره، چی کار میخواد کنه. یهو گفتم وای این اسیده. بعد بودو رفتم در ماشین رو باز کردم، بستم در ماشین رو، رفتم قفل 200 رو بزنم، در رو باز کرد، اینجای گردن منو گرفت. چرا گرفت آخه؟ که بندازه تو ماشین اسیدو بریزه رو من. هم واسه هیچی همینجوری؟ حالا براتون تعریف میکنم. بعد آره، بعد من خودم رو سری پرت کردم بیرون، یعنی برم بیرون. بعد این دستم خب خیلی آسیب دید. اگه چشام سالم بود به خاطری که من این دستم اینجوری فقط جلو چشم گرفته بودم. گفتم تو رو قرآن اگر پول میخوای، اگر طلا میخوای، هر چی میخوای من تو ماشینم دارم، سوئیچ ماشین رو میدم. من مامانم منتظرمه، من 2 تا بچه دارم، نکن. دوباره رفت یه بانکه دیگه آورد ریخت پشت گردنم، یعنی از این قسمت سرم تا وسط کمرم و 2 تا زانو. اینا قرار بوده که رو من اسید بریزن، بعد ماشین رو بسوزونن، بعد ماشین رو بندازن تو دره، بگن که این افتاده اصلا هیچ اثری از من نمونه که کسی به همسرم شک کنه. ولی خب خود خیلی همین که داشتی میرفتی پیشش. بله آره، این نقشه رو اون کشیده بوده. من رفتم دادگاه، دیدم که با 50 میلیون وثیقه همشون رو آزاد کردن.